یه سوال: اگه یه نیروی مافوق طبیعه به شما این اجازه رو میداد که بتونین برگردین و توی گذشته‌تون فقط یه چیزی رو تغییر بدین، آیا این کارو میکردین؟ حدسم اینه که خیلی از ماها با شنیدن این سوال به یه فکر عمیقی فرو میریم و با خودمون میگیم شاید فلان چیزو تغییر میدادم. اینطور نیست؟ یه فلسفه‌ای هستش به اسم آمور فاتی که در زبان لاتین به معنای گذشته و سرنوشتت رو تحمل نکن، دوست داشته باش. که این فلسفه میگه که ما نمیتونیم گذشته خودمون رو تغییر بدیم. طبیعتاً اون نیروی ماورا طبیعه وجود نداره، ولی اینکه ما هر روز بخوایم در اون گذشته غور کنیم و آسیب بزنیم به خودمون به خاطر اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرش بدیم، به خاطر دردهایی که وجود داشته ولی نمیتونیم کاری براش بکنیم، هیچ اتفاق خوبی رو برای ما رقم نمیزنه. آمور فاتی میگه که گذشته‌تو تحمل نکن، دوستش داشته باش. درسته که گذشته درد داشته، درسته که اون دردها واقعیت بودن، ولی هیچ تغییری نمیتونیم در اونها بدیم. همون دردها، همون گذشته الان چیزی که ما هستیم رو ساخته. یه چیزی که فلسفه آمور فاتی میخواد به ما بگه اینه که ما مسئول اتفاقاتی که در گذشته برای ما افتاده نیستیم، ولی مسئول رفتارهایی هستیم که الان در قبال اون اتفاقا انجام میدیم. شما چی فکر میکنین؟ دوست دارین برام بنویسین آیا چیزی هست در گذشته که بخواین تغییر بدین و چون الان نمیتونین میخواین باش چجوری برخورد کنین؟